بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا محترم امروزنگی 12 امروزی تراویح مونده. پیش از تراویح خواندن دو تا حدیث رساندم برکت میکنیم که امروزنگی حیات موندم به گفت رسول خدا، به حیات رسول خدا ما چقدر محبت ما های به همین موضوع و مضمون رساندن حرکت میکنیم. مثلا میگن که اثنان لا ينظر الله الیهم یوم القیامه، یعنی گفتیم که پیغمبر خدا دو طایفه انسان ها هایی که همون دو طایفه انسان های روز قیامت پروردگار به نظر رحمتش نظر نمیکند، یعنی به نظر رحمتش نظر نکند دیگری و انسان ها حساب وزن میشد. حالا کیزا با ترازی رحمش نیو با ترازی عدالت حساب شود دیگری و انسان با وزن نمیکند. اگر پروردگار با رحمش نگرد دیگری یک عمره کردگی نفل عبادت ها ما یک تا اعضا مویم حقش به نمیرسد. همین خیل به نظر رحمش، به نظر رحمتش نظر نمی کردگی دو طایفه انسان. یکمش قاطع الرحم، یعنی خیش تباری و همون مابین انسان ها و انسان ها و رحم مروت ملایمی کردن لازم بدگی انسان های از ملایمش کندن، خرشدن. دو خواهر خار شودم، پدر و مادرش که خار شودم، به همون آن انسان که در نزد همه انسان این و انسان با رحم کردنش، ملایم کردنش، مروت کردنش لازم بدگی انسان های همه انسان ها رحم نکند، ملایم نکند دیگری و انسان پروردگار قاطع الرحم، یعنی ملایمی کندگی، رحم دل کندگی انسان گفته حساب میکرده است. این با استاد شاگردم میدارد. اما خیلی دیگه کسبنده از خودش همون علم راندگی، طالب علم و همون علمش هم میدارد. ما از وی انسان خواه دنیا خواه آخرتی منفعت ما از وی گتمی و انسان با ما مروت رحم ملایم کردن و مأمورم. همین خیلی انسان ها باشه دیگری داند که و انسان ها روز قیامت حساب نظر میشد. استادش نوروزی یک چند ماه و سال دوم همون استاد گشته سال که آدم شناخته سانی استادش به پیش پاش نگاه میدگی نشون میدگی انسان ها دانن که و انسان ها قاطع و رحم حساب میشن. ایواز این با و انسان ها حساب نظر نمیشد. پروردگار و انسان ها به نظر نیکش نظر نمیکرده است. و دویمش جار و سوء، همسایه گنده. همین همسایه گنده اگر خدا مونده جوال کرده من کدام حالنده ناز میشم، کدام حالنده من همسایه گنده میشم، همین با اگر ما بهاتی مگری اکثر مونده همسایه نازی گفتگی صفات پرنه. خدا ما روا دیدگی چیزا، خدا ما نازدگی چیزا همسایه ما روا دیدن مونده کمی. اول من شام سانی این شود گفتگی از خدا ما پس دانستن یا که از ما و انسان آزار رسیدم پروانه کردن ما مونده انچه هایی. اوش داشته ایمونم نپرسیده خونه بلند کرده و با شمال و سایه کرده ایمونم و دیگه همین خیل حق همسایه گری و با اختیار و به اختیار ضرر رسانسیم. اگر مونده همون کردگی معامله ها ما کردگی کار ها ما طرف نیکی و نیو طرف گندگی و اشاره کنندگی دیمک مونده از همین صفات به بهرگی بده است. انا همین خیل مونده دیمک همسایه ها مونده، همسایه ها ما به مهر ما و انسان ها رحم نکردن ما
مویا روز قیامت صفت نغزنده با صفت نغزی نبودگی مو اشاره میکرده است. دویمش اسلام میگن که اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. دعای مظلوم. اسلام میگن که از دعای مظلوم احتیاط بتان و چند که انسان کافر باشد هم مظلوم، چون که خفای پشت همون مظلوم انده ما بین وی و ما بین پروردگاران حجاب نمیموند. یعنی وی چخیل دعا کنه دیگری دعای وی اجابت میشد است. انسان با ظلم کردن اگر ظالم حساب شود دیگری ظالم های جاهاشان جنت نبید. یعنی پروردگار ظالم انسان های قطار صفت جنت ها نشمرده بود. افسوسا میگوییم که ظلم کردن انده اگر منفعت خدا ما پیشکشی شود دیگری انچه یک قسم فایده خدا ما و 99 قسم زیان همسایه ما یا شریک ما باشه دیگری همین انده ما انچه ویم خود بینم. این چیز صفت مسلمان کامل حساب نمیشه است. صحیح حدیث ما به همین یکم میکنم. اصلا گفتن که اتقوا الفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. یعنی از نظر مؤمن ها احتیاط بتان، چون که و انسان ها به نور خدا شما نظر میکنند. نظر موندی میگونو همه خیلی اگه انسان یک مسلمان انسان دلش رنجانده درباره ما قلب وینده سخنهای ناباب اگر جمع شود دیگری احتیاط شویم که این انده ما خدا ما نغز نکرد میشدیم. قلب دیگه انسان با بی ادب مکتی با بی فراست مکتی رنجانده مونم مگری دانیم که ما وای رنجش مویا روای رنجاندن مویا عوضشنده مو میگشتگی ضربه شنده از خدا یک مصیبت ما شمکم دست. برای همین اتقوا فراسة المؤمن انده یعنی از نظر مؤمن احتیاط شد گفتگی چیزنده و این انسان با حرکت کرده از دلش رنجانده و انسان خفه نکرده و این انسان حرکت میکردیم تا انسان ما خرسان کردن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.